سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من شایانم. به قسمت چهارم دوره آموزش فصل API خوش اومدید. توی این قسمت قراره که راجع به ریکوست بادی صحبت کنیم. قسمت قبلی راجع به کوئری پارامترها صحبت کردیم و توی این قسمت قراره که ببینیم ریکوست بادی چیه، کجا به درد میخوره و چه کاربردی داره و اینجور چیزا. و خب معنیش به فارسی میشه بدنه درخواست و مستقیم شروع میکنیم دیگه. میگه که when you need to send data from client, let's say a browser to your API, you send it as a request body. خب میگه که زمانی که ما میخوایم مثلا یه دیتایی رو به API خودمون ارسال کنیم، یه دیتایی رو به API خودمون ارسال کنیم از طرف کلاینت یا همون سرویس گیرنده. کلاینت معنیش میشه سرویس گیرنده. خب به عنوان مثال یه بروزر یا همون مرورگر. خب ما باید یه بدنه درخواست بفرستیم، در واقع دیتای خودمون رو داخل ریکوست بادی قرار میدیم. یه بار دیگه ساده تر بگم، زمانی که ما میخوایم یه دیتایی رو خب بفرستیم به سرور یا API خودمون از طرف یک کلاینت یا سرویس گیرنده، ما یه ریکوست بادی ارسال میکنیم که این ریکوست بادی همون دیتای خودمونه و ممکنه که فایل باشه، نمیدونم تصویر باشه، ویدیو باشه، هر چیزی میتونه باشه چون یه ریکوست بادیه. خب و ما این رو از طرف کلاینت به API یا همون سرویس دهنده خودمون میفرستیم و ریسپانس رو دریافت میکنیم دیگه. مثال هم که گفتیم، مثلا به عنوان مثال یه بروزر یا همون مرورگر خودمون. خب میگه a request body is data sent by the client to your API. A response body is the data your API sends to the client. میگه که یه بدنه درخواست یه دیتایی که از طرف کلاینت به API شما ارسال میشه. خب ریکوست بادی منظورشه. بعدش گفته که یه ریسپانس بادی یه دیتاییه که از طرف API یا همون سرور برای کلاینت، مثلا کلاینت شما ارسال شده. خب ریسپانس بادی چیه؟ ریسپانس بادی بدنه پاسخه. خب فرض کنید ما یه سرچ میزنیم داخل گوگل، چیزی که اونجا برای ما نمایش میده در واقع یه ریسپانس بادیه که حالا اون تبدیل میشه به یه محیط گرافیکی که اونجا ما میتونیم باهاش مثلا تعامل کنیم. اون دکمه داره و نمیدونم کلیک میتونیم کنیم و اینجور چیزا که حالا اینا زیاد مهم نیست. اینجا میگه که your API almost من زیاد اینو نمیتونم درست تلفظ کنم، حالا انگلیسی هم زیاد خوب نیست ولی خب مشکلی نداره، حداقل میتونیم مفهوم رو برسونیم. در واقع من مفهوم رو میگیرم به شما میرسونم. میگه که API شما در واقع همیشه داره یه ریسپانس بادی ارسال میکنه. خب ولی کلاینت قرار نیستش که همیشه یه ریکوست بادی ارسال کنه. خب یه بار دیگه میگم، اینجا توی این خط این قسمت میگه که API شما همیشه داره یه ریسپانس بادی ارسال میکنه برای شما، ولی کلاینت ها همیشه ریکوست بادی ارسال نمیکنن به API. خب این قسمت هم فهمیدیم و اینجا میگه که میتونید مثلا ریکوست بادی رو با پایدانتیک هندل کنید که حالا جلوتر میگم چجوریه داستانش. خب اینجا شروع کار ما با پایتون 3.8 شروع میکنیم. پایتون 3.10 حالا شاید برای یه سری جا نیافتاده باشه، شاید سیستم کسی قدیمی باشه از ویندوز های پایین تر استفاده کنه و اینجور چیزا. ما با پایتون 3.8 شروع میکنیم. من اینو کپی میکنم میام داخل کد ادیتورم، اینو پیستش میکنم و من میام مستقیم اینو رانش میکنم. اسم فایل رو یادم رفت چی گذاشتم، تست.
خب سیوش کنیم تست اپ. خب این توی لوکال هاست ران شده. اینو من داخل مرورگر بازش میکنم. خب این همون مسیر اصلیه. ما قراره که اینجا ریکوست بادی ارسال کنیم از طریق پست، روش پست، در واقع متد پست. و این در واقع مدل ماه با نام آیتم که از پایدانتیک کمک گرفتیم و اینجا بیس مدل رو نوشتیم و حالا اینجور چیزا. در واقع ما قراره که مثلا به این یه اسم بدیم، یه توضیحات بدیم، یه قیمت بدیم و یه تکس بدیم که ما میایم اینجا تستش میکنیم. من یه فایل دیگه باز میکنم، اینو سیوش میکنم همینجا، مثلا تست ریکوست. خب میام از کتابخونه ریکوست کمک میگیرم و با متد پست اینجا یه درخواست ارسال میکنم. خب میام یه متغیر تعریف میکنم پست. خب این روی لوکال هاست ران شده. من اینو کپی میکنم میذارمش اینجا. کاری که میکنم این مسیر رو کپی میکنم، حالا میارم اینجا. خب این اوکیه. ما قراره که به صورت جیسون در واقع چند تا در واقع چیز برای API خودمون ارسال کنیم. خب من میام اینجا یه دیکشنری درست میکنم با متغیر مثلا تست. میگم که من میخوام یه اسم ارسال کنم. میام اینجا مینویسم name و مثلا اسم خودم رو میدم شایان. میام اینجا دوباره یه پرایس باید ارسال کنیم که الزامیه. بذار اینجا من یه چیزی بگم. این چیزهایی که با نان تعریف نکردیم الزامی هن که بفرستیم و اگه اینجا نان بذاریم در واقع برابر نان قرارش بدیم یعنی الزامی نیستش و میتونی که مثلا اینو نادیده بگیری. خب یه پرایس میدیم اینجا به صورت فلوت که حالا من مثلا میدم 1 و میام به صورت جیسون این رو به سرور ارسال میکنم. خب و در نتیجه اینجا میام چیزی که برای من برگردونده رو پرینت میگیرم. خب ببینید ما یه اسم ارسال کردیم، یه پرایس، درسته؟ دیسکریپشن رو نال قرار داده چون ما گفتیم که الزامی نیستش و میتونه خالی باشه. ما اومدیم تکس رو ارسال نکردیم، اینجا هم برابر نال قرارش داده و خب ما گفتیم که مهم نیستش که ارسال بشه یا نه، الزامی نیستش. من یه بار این سورس کد کوتاه رو به شما توضیح بدم که چیکار میکنه. ببینید خب اومدیم فست API رو ایمپورت کردیم و از پایدانتیک بیس مدل رو ایمپورت کردیم. یه کلاس درست کردیم اینجا در واقع این مدل ماه و گفتیم که ما میتونیم اسم بگیریم، دیسکریپشن بگیریم، پرایس بگیریم، تکس بگیریم. ما اینجا گفتیم که اسم استرینگ دیسکریپشن یا استرینگ یا نان در واقع خالیه. اینجا گفتیم یه قیمت داریم که این قیمت فلوته و الزامیه. یه تکس داریم که اینجا گفتیم که یا فلوته یا خالیه که به صورت دیفالت در واقع خالیه و به صورت با روش پست همون متد پست این کار رو انجام میدیم که اینجا هم الان تست کردیم و در نتیجه ببینیم چیا داره در ادامه. فکر نکنم دیگه چیزهای خاصی باشه. خب بیایید مثلا من یکی دو بار دیگه ریکوست ارسال کنم، مثلا یه دیسکریپشن بدیم.
مثلا بهش میگم که یه تست و اینجا در واقع همون دیسکریپشنی که دادیم رو برگردونده. یعنی این به این معنیه که سرور یا API ما در واقع کاملا درست این کار رو انجام داده، ما هم کاملا درست ریکوست رو ارسال کردیم. الان اگه با روش گت این درخواست رو ارسال کنیم، بذار من گت رو ایمپورت کنم و به صورت دیتا این رو بدم. دیتا هم اینجا همون منظور پارامتره، کوئری پارامتر میگه که متد not allowed، یعنی اینکه دسترسی نداری و این متد قابل دسترسی نیستش، فقط باید با روش پست این رو ارسال کنیم. و اینجا گفتی که فقط به صورت جیسون باید این دیتا رو برای من ارسال کنی که ما ارسال میکنیم. و دیگه فکر نکنم چیزای دیگه ای داشته باشه. اینجا که توضیح دیگه ای که داده، داکس رو که صدا کنیم اینجا در واقع میاد یه سواگر UI نشون میده که به صورت دیفالت اومده برای ما توضیح میده اینا رو، چیزایی که نوشتیم رو، و شاید یه سری جاها به کار بیاد برای API نویسی. و چیز خاص دیگه ای فکر نکنم داشته باشه. تا اینجا به نظر من کافی باشه. خلاصه شما میتونید اینجوری ریکوست بادی رو کنترل کنید. البته یه چیز دیگه هم بگم، یادم نره، این خیلی مهمه. ببینید ما میتونیم اینجا ریکوست رو، ببخشید از فست API باید ایمپورت کنم، ریکوست رو ایمپورت کنیم. خب من اینو پاکش میکنم، اینو برابر ریکوست قرار میدم و حالا میام اینجا مثلا میگم که در واقع به صورت جیسون اینو برای من پرینت بگیر، اینو باید ویتش کنید. و مثلا متدای دیگه ای داره، میتونیم مثلا هدرها رو بگیریم و نوع متد رو بگیریم دیگه. کلی چیزای جالب دیگه داره که میتونید اینجا دستکاری کنید. مثلا اینجا بادی داره که من اینجا به شما نشون میدم. خب اینو رانش، البته رانه دیگه، ما یه ریکوست ارسال میکنیم، اینجا به ما نشون میده. ممنون که تا اینجا تماشا کردید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.